در پی فرمانهای رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه تغییرات کادری 22 ینور یک قطار تغییرات‌ها در نهادهای تاجیکستان صورت گرفت که از جمله رئیس امانت بانک و تاجیک ایر برکنار کرده شدند. قرار حکومت تاجیکستان در این باره روز 22 ینور صادر گردید و قبل بعضی از منابع خیرالله رحیموف و روح الله حکیم زاده روز 21 ینور از داخل مجلس سالانه که تحت ریاست پرزیدنت تاجیکستان صورت گرفت بیرون کرده شدند و به جای آنها یعنی رئیس نوی بانک امانت بانک سراج الدین اکرامی و دلشاد اسمت الله زاده رئیس نوی دولتی تاجیک ایر منصوب شدند. دلشاد اسمت الله زاده که قبلا معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود و تا آن زمان و وکیل مجلس نمایندگان بود. امروز دلشاد اسمت الله زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که امروز بار اول با هیئت کاری تاجیک ایر آشنا شده است و تلاش میکند که اون نکته های تنقیدی که پرزیدنت تاجیکستان در جلسه سالانه ذکر کرد آنها را اصلاح کند. به قبل دلشاد اسمت الله زاده مسئله رقم یکمی که امروز تاجیک ایر به آن روبرو و بحرانی شده است این مسئله مالی است. همین طور در بخش اقتصادی تاجیکستان بیشتر تغییرات کادری صورت گرفتند که از جمله در سطح معاونت وزارت مالیه و دیگر از نهادهای مالی و اقتصادی تاجیکستان تغییرات ها صورت گرفتند. طور کارشناسان میگویند در جلسه دیروزه پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به مسائل اقتصادی خصوصا مسئله کارخانه تلکا در مسئله ساحه پختکاری در مسائل دیگری بیشتر نکته گذاشت و تاکید کرد که این ساحه باید هر چه زودتر روی پا خیزانیده شوند و در این کار توانند که در داخل کشور صادرات را بیشتر یعنی که برای مانند. این بود که پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به مسائل اقتصادی رو آورد و در این تغییرات کادری نیز به این مسئله امروز تکیه کرد. اما کارشناسان میگن که این تغییرات کادری آخرین یعنی دوره تعیین و از کار گرفتن نبوده، باز در ساحه‌های دیگری مهمی تاجیکستان خصوصا در مسائل یعنی که نهادهای قدرتی نیز انتظار می‌رفت که تغییرات جدی صورت گیرد و در این حالت ما به شما بینندگان عزیز خبرهای اولین را خواهیم رسانید.